درود به همگی شما رفقا، حالتون چطوره؟ من آمیرالرسول هستم. اینجا کانال یوتیوب خودتونه. خوش اومدید به این سری از ولاگ. میخوایم ولاگ دانشگاه بگیریم، پس وقتشه که بگم با من آماده شیم بریم دانشگاه. Early the next morning. ساعت 7 صبح تایمر زنگ میزنه و باید آماده بشیم که بریم دانشگاه. این وضعیت منه، میبینید که چطور خواب بلند میشه. ما رو نگاه. کارهایی که قبل راه افتادن میکنم اینه: اولی که باید مسواک بزنم، چون حسابی روی سلامتی دندونم خیلی جدی‌ام و حساسم بهشون، و اینکه موهامو شونه کنم. اینا الباقی هم که مثلا مثل صبحونه خوردن کار دیگرم که ویدیو نمیگیرم. اومدم که با ماشین خودم برم، دیدم که یه چیک بنزینم حتی ندارم. پس آماده میشیم، لباس میپوشیم که پدر گرامی ما رو برسونه. امروز تصمیم دارم که لنز بذارم، با چشم آبی نرم. این تیپ دانشگاه من امروز. هر روز یه تیپ مختلفی میزنیم، سوار میشیم که راه میفتیم. امروز با مترو میگذرونیم و نزدیکترین ایستگاه به سمت ما ایستگاه فرنگسرای اشراق هستش. بله، این هم از وضعیت که خدا رو شکر ترافیک کمه. رسیدیم با موفقیت و میریم که سوار مترو بشیم و مثلا میشه کارت میزنیم، کارت بلیط رو میزنیم، میریم داخل. و خدا رو شکر همون اول هم قطار اومده بود، وایستاده بود، میشینیم تا برسیم به دانشگاه. 3 تا خط مترو عوض کردیم، حالا رسیدیم به تقاطع شهید سعیدی آزادگان که میشه همون بولوار و میدون معلم و دانشکده انقلاب اسلامی در یافت‌آباد نزدیک شهرک ولی عصر. میبینید که بچه‌های دانشگاه، اونایی که تهرانی هم با موتور اومدن، موتورها رو این بغل پارک کردن. من معمولا با ماشین میام، جا پارکم که ماشاءالله نگم اصلا پیدا نمیشه. ولی اینم که می‌بینید تابلو اعلانات نشون میده که دانشگاه چه بخشی داره، کجا هستش و پلن و بیس اصلی دانشگاه رو کشیدن. و بگم بیشتر دانشگاه همش سرسبزیه. این هم قیافه مسخره خودم. می‌بینید که چمن‌ها رو تازه آبیاری کردن. از اینجا پشت ساختمون اداری میریم داخل تا از آموزش و علوم پایه هم عبور میکنیم که نزدیک بوفه دانشجوییمون هم هستش. بله، جلومون هم که همطور میبینیم بوفه دانشجوییه و ما لازم داره باز هم راه بریم این مسافت طولانی رو تا برسیم به ساختمون هنر و معماری. بله، همونطور که میبینید این سمت هم کارگاه همونه که بیشترش فعلا ضایعاته. این ضایعات رو بکنم بچه های خوابگاه انداختن بیرون. بچه های خوابگاه بیشتر کمک میکنن به کارگاه. یا کنین چه فضایی، اصلا انگار برای خودش پارک جنگلیه. تازه اینجا نیست، اون تم هست. یه عالمه جای رفتنی داره، از کتابخونه های بزرگی که دانشکده انقلاب اسلامی داره تا فضای مکانیکی کارگاه ها. اینطور که میبینید آلاچی گذاشتن، بچه ها اونجا نشستن دارن شهروند مافیا بازی میکنن. این سال آمفی‌تئاتر، سالن اجتماعات و اونم مسجد دانشگاه. همونطور که می‌بینید اون ساختمونی که پشت درخت است و این برم که سالن تربیت بدنیه. اون ساختمون پشت درخت‌ها ساختمون هنر و معماریه. همونطور که می‌بینید و ما میبایستی بریم بالا سر کلاس 103 سمی بصری. و همونطور که میبینید بچه ها و پسرهای دانشجو حسابی بر هم دیگه احترام قائلن، دمشون گرم. و اپلا بریم بالا تا بریم کلاس سمی بصری بشینیم تا استاد گرامی تشریف بیاره. امروز کلاسمون زیاد بلند نیست، تا ساعت 12 اینا طول میکشه. روزهای دیگه تا ساعت 5-6 اینا اینجا هستم. متفاوت داریم. این اولی که دومی هم براتون میرم. بله. شیطنت های مسئله کلاس اینجا زیاد نباید دوربین در می آوردم. همونطور که میبینید درس های سختی هم هستش دانشگاه که شما میبایستی برای گرفتن مدرک فوق دیپلم و لیسانس اونا رو هم بخونید. هی خدا. حالا این هم بچه ها، اینم بحثی که پای تخته نوشته شده، یه عالمه فرموله. بالاخره که کلاس تموم میشه ساعت 1 اینا، ما برمیگردیم میریم به سمت بوفه دانشجویی تا یک کوچولو استراحت کنیم، چای اینا بخوریم، رفع خستگی کنیم. این سالن انتشاراته، اینم بوفه دانشجویی. بله، شکلی یه فضای دوستانه و صمیمانه هستش. موهای منم که به هم ریخته
این مو من دیر میشورم، باید زود بشورم. بله اینم از آرامگاه 2 شهید گمنام دانشگاه و بریم برای در خروج و رفتن به سمت خونه. این بود از ولاگ دانشگاه. هر ولاگ دیگه خواستی کامنت کنید، حتما براتون انجام میدم. خب رفقا دم تک تکتون گرم. اینم بود از روز ما توی دانشگاه. دیدید که چی گذشت و چه اتفاقاتی افتاد. و در پایان هم بگم که دانشگاه واقعا خیلی جای باحالیه و سعیتون رو بکنید درستون بخونید که بیایید دانشگاه هرچی سریع‌تر. خب ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. روزتون خوش. خدا یار نگهدار. Me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar.